مادر بدیل داری تو مهری مادری، عشقم ندیدم بهتر از تو دلبری. تنها تو دردی قلب من را مرهمی، تو عشقمی تو همدمی تو محرمی، تو عشقمی تو همدمی تو محرمی. من خواب خوش رو بردم از چشمان تو، تا پا گرفتم از شراب جان تو. راه شکستم قلب مهربان تو، مادر تو بخشیدی منو قربان تو، مادر تو بخشیدی منو قربان تو. مادر مادر فرشتم مادر، مهرت بر دل نوشتم مادر. مادر مادر فرشتم مادر، مهرت در دل نوشتم مادر، فرشتم مادر. مادر بدل داری تو مهری مادری، نازی مرا با ساز و سازت میخری. جز تو ندارم عشق پاکی دیگری، در زندگی تو باوری تو یاوری، در زندگی تو باوری تو یاوری. یادش به خیر آواز تو لالای تو، خالی نباشد در دل من جای تو. شادا خوشم با خنده زیبای تو، باغ بهشت باشد به زیر پای تو، باغ بهشت باشد به زیر پای تو. مادر مادر سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. سلامی ماست پیکی عاشقانه، سلام است و درود است و ترانه. السلام علیکم زنبانوان عزیز، مادران مهربان و پدران، مهمانان خانواده فرقتمک، همه شمایان را به جشن زادروزی معلمه خالیقova، به جشن زادروزی انزورت خاله خوش آمدیتان میگوییم. برایشان یک خرسک میزنیم، به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا انزورت خاله، شما به نزد ما تکلیف میکنیم. زادروز مبارک. خداوندا نگهدار مادران را، همین از آرزوها بومه روان گشتی به بازار رسیدی، هزار و یک متاهای بدیدی. فرقدمک بیت شما بیان شما نزدیکتر. به بازار رسیدی فرقدمک مرحمت. هزار و یک متاهای بدیدی. گرفتی بهری فرزندت لباس زرو زیور و یاری خود خریدی. گرفتی بهری فرزندت لباس زرو زیور و یاری خود خریدی. مگر کردی فراموش برادر، برای مادرت چیزی نبود. السلام علیکم. شراب
معلم زادروز مبارک معلمه ها یا شما نزدیکتر است گذارید یا شما معلم عزیز معلم مهربان یکی از آن استادان آموزگاران که تمام عمر خود را برای نسل نورس فدا کردند معلم خالقова پرخدمت به شما بودن غیر امکان است بید یا نشانبند و فکرم کرسی لازم نیست پرخدمت امروز بایرام مبارک باشد من امروز خاندانتان روز خرسندی جشن زادروز معلمه عزیز و ارزنده امروز هر دوی شمایان را از نام فرزندان صدقاً تبریک میگویم همیشه صحت سلامت باشید حاضر از چهرهاتان میبینیم که هیچ وقت شمایان با آن سن و سالی که فرزندان گفتن مانند نه حالا جوان فقرمت معلمه خالقова چشم شما به چند ساله بر این حالی بلند گوید که همه فهمد رحمت بگذارنم خیلی 18 سالگی جوانی خوشی و خرسندی ها شمایان را ترک نسازد معلمه امروز شما را از نام فرزندان عزیزتان از نام سبزی نایتی از نام دیارکه از نام کلیم پاشا رخسار آیتی صدقاً تبریک میگویم برای مادر معلمه ها چقدر سخن گویم کم است میگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم از صداقت میکنم جان را فدای مادرم مهری بیمانندی او را سالها پرورده ام مینهم با شادمانی سر به پای مادرم خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم امروز پرخدمت حاضر همراهی دیارکه صحبت کردیم ما گفتم چه خیل پدر چیکار میکردن مادر گفتن حسین جان پدری من دهقان و بانبان هستند پدر هم قبلگاه هم دعاگوی سر ما و برای ما فرزندان از امی دم کودکی برای ما قهرمان زندگی هستند اولین کلام اولین حرف و علم را برای ما مادر عزیزم آموزاندند خدا را شکر میگویم که به من چنین پدر چنین مادر را عطا کرد من بسیار خوشبخت‌ترین انسان هستم که چنین شخصیت‌های بزرگ فرزندشم همیشه در سر ما سایبان گردم بهوده نگفتند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر و مادر بیا بی بام و نام و در دعا گیر از پدر مادر سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو بخندد وقتی تو یک سر دعا گیر از پدر و مادر بگذار دعاهای اینه که شما را من فرزندان گفتن خوشبخت و سعادتمند هستند زادروز بار دیگر مبارک باشد معلمه رحمتова من امروز جشن زادروز خواهری خوردی چند سال شد تو اشتگاهشان باز از خودشان پرسیم از هیجان از خاطرشان میبراید امسال چند سالگی توی است دیدیم معلمه چند سال معلمه زبان ادبیات تیز یافتم 37 سالگی توی معلمه خالقова چند مابین همین 37 سال این گفتگش یک کودکی که نوزاد 37 ساله قریب 40 ساله می شود چند بار گل پدر کردم تو نراست شگوی خطر همونم گل است زادروزشان تیرما با انیخ تیرما با گل گلدسته ها قیمت فقط 8 مرد با گلدسته ها توفه کردن حاضی باشد رمز تشکرشان را خود فرقدمت در زیر قرصک های شما برای مادر عزیز میسپارم مرحمت تقدیم میکنیم زادروز مبارک باشد بگذار خوشی خرسندی سعادتمندی شما را ترک نسازد از نام فرزندان پرقدمت برای شما برای معلمه خالقова در اینجا البته برتری دوره پیشکشی شمایان میکنیم مرحمت پیشکش میکنیم
مبارک باشد. زادرز مبارک. دیارکه اگر همینجا باشن نزدیکتر ایسته. سلام مادر برایت احترام مادر همه ما سختی ها بگذشت بعدش بازم برا مادر توی تنها امیدی من توی راهی سفیدی من رسید وقتی دعا گویی دعایم کن دعا مادر رسید وقتی دعا گویی دعایم کن دعا مادر سحر بعد نمازی پا دادم به درگاهی خدا آزاری نمودم سحر بعد نمازی پا دادم به درگاهی خدا آزاری نمودم خداوند و نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم خداوند و نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاعهای بدیدی روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاعهای بدیدی گرفتی بهری فرزندت لباس زر و زیور به یاری خود خریدی گرفتی بهری فرزندت لباس زر و زیور به یاری خود خریدی مگر کردی فراموش برادر برای مادرت چیزی نبودی چرا کردی فراموش برادر برای مادرت چیزی نبودی از در دعا هم مادرم داری پناه هم مادرم روشنگری دنیا میدی خورشید ما هم مادرم دلجویمم دلبندیمم نرم و سپاه هم مادرم با تو امان یابد زمان صلح و صلاح هم مادرم با تو امان یابد زمان صلح و صلاح هم مادرم دستان تو را بوس کنم مادری جانم پایهای تو را بوس کنم مادری جانم در سجده به انسان جاییست می بود در سجده به انسان جاییست می بود هیچی قدم سجده کنم مادری جانم هیچی قدم سجده کنم مادری جانم روز و شب چون سرنوشتت را برگردان کنم خود به خود چشمی دلم با دیدم تر می شود آن همه رنج و عذابی که کشیدی در جهان یک به یک گویم اگر گوشی فراتر می شود آن همه رنج و عذابی که کشیدی در جهان یک به یک گویم اگر گوشی فراتر می شود مادری جانم محبتم آرزو مهرانم از تو دارم مبارک باشد. مادری جانم
زادروز را مبارکباد میگویم و البته با یک نیت‌های نیک از نام فرزندان برای شما معلمه همه مادر پدران ما به زیارت کعبةالله نصیب کند و ما فرزندان از عهده آن زیارت کردن پدر و مادر نصیب کند و با چنین نیت‌های نیک و صمیمانه در اینجا کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن را پیشکش شما میکنید. مرحمت قبول کنید. زادروزتان مبارک باشد. میخواستیم سبینایتی و سبزینایتی رخسار کیلین همراهی صدرالدین جان یا نشان به نزدیکتر استید. امروز معلمه اینا بینید که انسانی خوشبخت برای کودکان تعلیم و تربیت مهر میدهید. خداوند برای شما چنین تحفه را عطا کرد در روز زادروزتان. امروز صدرالدین جشن زادروز خود را میلاد خود را جشن گرفته ایستاده است. خدا کند که مانند شما مانند بابا مانند نیاگانشون انسانی اصیل شود، انسانی با فرهنگ و با معارف میرانپور و سمرقند ما باشد. شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگ تر دارد. پسر در کوی عشق افتد چه پروای پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد و امیده که در پیری پسر دست پدر گیرد. خدا کند که معلمه خاندانتان پر از نبیره باشد. هر صبحی سحر آواز گریه نبیره هایتان، آواز خنده هایشان شمایان را از خواب بیدار کند و همیشه شمایان را شادباش و تبریک کردن در این لحظه های خرسندی برای ما نصیب کند. برای همه جان های عزیز، برای مادرشان امروز روز خرسندی فرزند را مبارکباد میگویم و البته از نام خانواده فرزندان سبینایتی، سبزینایتی، دیارکا و رخسار کیلین برای شما انگشترین طلا برای مادر عزیز تقدیم میکنیم. مرحمت مبارک باشد. دیارکه عملیات های ناز و نیک را از نامتان برای مادر عزیز رساندیم. امروز زادروزی صدرالدین جان هم بوده است. خدا کند یک انسانی نیک، صمیمی، انسانی بزرگ شود مانند شما، مانند باباها. البته لحظه های خرسندی مادر و فرزند را برایتان مبارکباد میگویم. حاضر ناراحت نکنیم، فرقدمک را خودتان یانه مادر و نزدیکتر ایستید. شیرینی را بریم یک جای. مرحمت همه ما که پشت نزدیکتر میستیم همراهی صدرالدین جان مادر عزیز خالی خواه همه کسا یک جای شیرینی را میبریم. مرحمت زادروز مبارک باشد. نزدیک میگذاریم. Поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. فرقدمک بشمیم نزدیکتر. مرحمت. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше,
Бери дори то. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Днем на сцене ты с годами только лучше. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشه. پرخدمک امروز زادروز بوده است. پگاه ساعت چند بود تبریک کرده دادم. خالم است. چونه انسان‌های پر از مهر و محبت از سال 12 شب کسی تبریک میکنند. مرحبا. تناول کنید چه دنیا. حتی تبریک کنیم شرکت از زادروز کردی. مرحبا. اونو خوش آمده عموتون من همین دوام کار رو یکم مراتبه میشنوم که یا امرا صد با داره گفتن حتی برایش فرسک زنیم همه کسا تبریک میکنن میگوین که صد با داره خدا کند که پوشه پیر شدن نصیب کند برشون الحمدلله سلامت باشن بگذارم خیلی خوشی و شوخی ها شما را ترک نسازد مرحمت معلمه ها تبریک میکنیم خواهر را ای خواهر جان زادروزت مبارک باشد پیشی قدمت نبیره ها ابیره ها قطارک باشد خواهر نجان برابر خواهر پس از مادر نشان مادر خواهر کنجا جای پدر جای مادر بود السلام علیکم مهمانکوی عزیز خواهرکان مهربان خوش آمدید به درگاه که خواهرکم پرکپوچم امروز در این درگاه هم زادروز هم نبیرش رو مویسگیران کرده است لای مکردی نبیرش کلان شود توی کوی کلان شد بینیم عمرکاشون دراز شود دیگه مکرد دیار جان گدی کلن کوشه پیر شوند در همه وقت در خدمت پدر عروس و مادر عروس شوند لای مکرد برکی کارکاشون برکی مزغارکاشون تیل مکرد پینجی و آسایشتگی شود هم وقت در سخنان خودشون همیشه پول پیمان شود الهی مکرد هم وقت در روزکای نیکشون با جمع شوید خواهر عزیزم باز میگم با فقط پاچه 100 ساله شود عمرکاتون دراز شود الهی فرزندکاتون کلان شود الهی خدمتگار خلق شود الهی هم یکاتون خوش آمدید نورک دیده توجه سر مهمانان عزیز دوستان گرامی من امروز با مناسبت جشن زادروزی خواهرکم منظورت و با مناسبت کافی دیران نبیرش صدرالدین جان جمع آمدم من میخواهم که اینها را با مناسبت این روز تبریک و مبارک بگویم با اونها عمری نوارث که فرار فیض و برکت میکنم و میخواهم که صدرالدین جان کلان شود و خدمتگاری پدر مادر بابای آنه شود شما بهتون با رحمتی دیگر سلام علیکم جانان دوستان گرامی همه آتون خوش آمدید و درگاه پدرم من امروز زادروز مادرم فرستاده است 37 سالگی نکاح تویشان باز یک جشن کلان این زادروز صدرالدین جان شده ایستاده است
از همین فرصت استفاده برده من به مادرم عمر دراز، به مادرم هم پدرم عمر دراز، رزق فراز. مادرم پدرم هر دایم در سر ما کوک شده گردن. دنیای ما مادرم پدرم. صدرالدین جان هم یک شخص بزرگ شده در آینده و وطن خود خدمت میکرده که فرزند شده گرده. تشکر به دقتتان. رحمت. هزار رحمت. سبزی نایتی تشکر برای نیت‌های نازنین. دیارک مرحمت. کلیم پاسخ کنی از نام دیارک تبریک کنم. مرحمت. رخسار آیتی. حاضر یک انمی دخترک نازنین گفت که من یک شعر میخوانم. بیا نزدیکتر. انم اینجا بایستا. پیش آنها با. انم تو. Sizga bo'lsin dunyodagi barcha ezguliklar. Onajon sabr. Rahmat. Salomat bo'lsin. کارت نوبتی برای صدرالدین تیار میکنیم و یک جای شیرینی صدرالدین را میبریم و از آن تناول میکنیم. همراه میچشیم. بگذار پهلوان خاندان بیدرد و بیغم کلام شود، فرزند اصیل خاندان شود. مرحمت. نزدیکتر میگذاریم شیرینی را، یک جای میبریم تناول میکنیم. چند کارت ها تیار باشد اگر؟ خدا خلاص دانه شما نزدیکتر است. بای طرف کن. خوش صدرالدین باش. بار دیگر زادروز را مبارکباد میگیم و باشد میخواستیم همه را برد و این لحظه های خرسندی شادیانه را جشن زادروز معلمه خالق و صدرالدین جان را با یک درجه اعلا گذرانیم. از برادر عزیز اکای زروق التماس میکردیم با سرودها برای ما امکان باشد. Buenas.
Derdi baland soyaları cer başı Soyayı ver Yeksene bıktar başı Man maşalım Al kazanım girdeki Beçare kese aşık bıktar başı Beçare kese aşık bıktar başı Goli naziman diyor Servi naziman diyor Azlama sıfır dilan Dilla bozulan diyor Goli naziman diyor Servi naziman diyor Azlama sıfır dilan Dilla bozulan diyor Goli naziman diyor Servi naziman diyor Azlama sıfır dilan Dilla bozulan diyor Goli naziman diyor Servi naziman diyor Azlama sıfır dilan Dilla bozulan diyor Derdi balan soyaları cer başı Soyayı ver Yeksene bıktar başı Man maşalım Al kazanım girdeki Beçare kese aşık bıktar başı Beçare kese aşık bıktar başı Dil